سلام دوستای عزیز، به اولی ولاگ من از کابل جان خوش آمدید. ما 5:30 صبح با دوستای خود یک جای قرار داشتیم و محترم رسید و سفر یک روزه خود به بهسود زیبا آغاز کردیم. وسط راه کمی خرید ترکاری داشتیم از مردم بومی، خریدای خود انجام دادیم. جدا از مقصد مسیر میدان وردک هم بسیار دیدنی بود. خانه های بافت قدیمی و کاهگلی، دکان های ساده، اشتکایی که در حال سیب چیدن و بازی بودن، باغ های سیب بسیار دیدنی و جذاب کرده بود مسیر و من اصلا از پشت کلکین جدا نمی‌شدم. ما وسط راه توقف داشتیم برای صبحانه که مردا صبحانه را تیار کردن و ما نوش جان کردیم. دوستان این کاخ قدیمی که از بعد میدان وردک بود اگه میشناسین بر من اطلاعات بدین که بسیار راجبش کنجکاو هستم. ما وسط راه برای صبحانه توقف داشتیم، صبحانه را نوش جان کردیم و به مسیر خود ادامه دادیم، چون مقصد ما رودخانه‌ای بود که از بهسود میگذشت و واقعا هم ارزش مسیر 3 ساعته را از کابل داشت، چون یک آب زلالی داشت، یک فضای سرسبز اطرافش بود و بسیار خلوت بود. خانم‌ها راحت بودن و تا جایی که تونستم ویدیو گرفتم که مزاحم بقیه نباشم. امیدوارم که از کلیپایی که براتون گذاشتم خوشتون بیاید. ما اینجا نان چاشت نوش جان کردیم و تا ساعت 5 بعد از ظهر اینجا بودیم و من یک آشم تیار کردم که در بازگشت در وسط راه نوش جان کنیم و نزدیکای به کابل ما آش خودم در یک فضای بسیار دلچسب نوش جان کردیم و به مسیر خود ادامه دادیم و دیگه تا به مسیر اول خود که رسیدیم دیگه شب شده بود و هر کس راه خود گرفت و به خانه خود رفت. امیدوارم که از این ویدیو بسیار خوشتون آمده باشه. تا ولاگ های بعدی، خدا نگهدار.